خدا نامش سرآغاز بیان است که برتر از خیال و هر گمان است. حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و صلوات بی پایان بر حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. سپس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان و تماشابینان ارجمند شبکه نجم تیوی، هر یک شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگوییم و امیدواریم که این لحظه های مبارک و پربرکات ماه شریف رمضان را با ذکر و یاد خدا سپری کرده ایستادید و از نفحات الهی برخوردار شده ایستادید و در این لحظه های مبارک همراه استاد عزیز، استاد گرام قدر، استاد محمد علی قربان، خواستیم بهر شما یک صحبت مصاحبوی در مورد ماه شریف مبارک رمضان و فایده های روزه و چگونه ما این روزها را باید سپری کنیم صحبت کرده باشیم. استاد سرآغاز خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. آباد باشید استاد ارجمند. و استاد محترم، سرآغاز برای ما و بینندگان عزیز ما از تاریخ روزه می گفتید و کی روزه گرفتن ماه شریف رمضان بر ما مسلمانان فرض شده بود؟ روزه ماه شریف رمضان در سال دوم هجری از جانب الله سبحانه و تعالی بر ما و شما و جمله مسلمانان تا روز قیامت فرض گردید و این را الله سبحانه و تعالی به پیغمبرش در آیه از آیه های مبارکه قرآن سوره بقره آیت 183 اعلان داشته بیان نمودند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه قرآن می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای آن کسانی که ایمان به خدا آورده اید، روزه بر شما فرض گردانیده شد همچنان که این روزه فرض گردانیده شده بود بر امتان پیشینه. یعنی الله سبحانه و تعالی در سال دوم هجری بعد از آنکه که مسلمان ها اسلام را آموختند و عظمت و بزرگی او را درک نمودند، خودداری از طعام و نوشاک کمی بر نفسها مشکل است، بعد از آنکه که خداوند ایمانهای مسلمان ها را کامل کرد و عظمت و بزرگی این دین را برای آنها آشکار نمود، پس روزه را فرض گردانید تا اطاعت و پیروی برای مسلمانان آسان گردد و مسلمان ها این روزه را با جان و دل قبول نمودند. و این روزه یکی از بهترین عمل هاست، یکی از رکنهای اسلام است، دارای خیر و برکات زیاد است و خداوند بزرگ از خیر و برکات و فیض این ماه شریف و این روزه ما و شما و مردم عزیزمان را هر چیز زیادتر و بیشتر بهره‌ور بگرداند. آمین. استاد، این چنانه که شما آیت قرآن کریم که تلاوت کردید در آن بیان کردید که خداوند این روزه را بر ما فرض گردانیده است و در ادامه آیت خداوند میگوید چنانه که بر امتانی که پیش از شما بود، یعنی بر قوم های سابق اینچنین خداوند فرض نموده بود، یعنی آنها نیز روزه می گرفتند. یعنی این روزه تنها برای ما مسلمانان یعنی اولین مراتبه فرض نشده بود. یعنی اینچنین از این آیه ما میفهمیم که در دیگر قوم ها نیز روزه داشتند و روزه می گرفتند. البته در حقیقت هم چنین است استاد عزیز. یعنی روزه را خداوند بزرگ همچنانه که الله سبحانه و تعالی در این آیت ذکر کردید که بیان نمود که همچنانه که فرض گردانیده شده بود بر امتان پیشینه، در این آیه مفسرین میگویند در این اشاره خداوندی یک تسلیه و یک یعنی تسهیل و یک آسانی برای مسلمانان است که این عبادتی نو نیست، بلکه این یک عبادت بزرگ با شرف و مبارک است که در طول تاریخ انسانیت خداوند بر پیغمبرانش فرض گردانیده بود و این چنین
این عبادت بزرگ را برای ما مسلمانان فرض گردانیده است تا از برکات و تعلیمات و تربیه های او ما استفاده ببریم و حیات خود را رنگین و زیبا نماییم. تشکر بسیار استاد گرامی. سلامت باشید استاد. بسیار خوب فرمودید. یعنی آنها نصرانی ها نه فقط در یک جنبه تغییر دادند، یعنی کلا دین و دیانت خود را و از جمله در حتی در روزه گرفتن و در روزهاش و در وقتش هم اینچنین تغییر در آورده بودند. از این میفهمیم که بسیار خوب استاد عزیز. خوب چنانه که گفتید و فرمودید روزه بر هر یک مسلمان عاقل و دانا فرض خداوند از جانب پروردگار فرض شده است و این رکن از رکنهای اسلام است. حکمت میگفتید استاد، حکمت از فرض شدن روزه بر ما انسان ها، بر ما مسلمان ها چیست و آیا فایده بر ما فایده های مادی و معنوی دارد که خداوند؟ البته که دارد، ولی کمی شما شرح میدادید، بیان میکردید تا اینکه ما از این کمی بهره بریم. تشکری بسیار استاد گرامی. سوال بسیار سوالی مهم و دادنی است و حکمت از فرض گردیدن روزه ماه شریف رمضان، یعنی همچنان که علما و دانشمندان ذکر می کنند، یعنی حکمت های زیاد است، فایده های زیادی دارد این روزه ماه شریف رمضان. یکی از حکمت های روزه پاک نمودن نفس ها، پاک نمودن نفس ها از اخلاق ذمیمه، از اخلاق بدی انسانی، پاک نمودن نفس از بخل و ممسکی و نفس خود را به خیر و سخاوت و عطا آماده کردن. یعنی چگونه ای که مسلمان روزه میگیرد، در وقت روزه داری یعنی دارا بود، یعنی همه اشیا در خانه اش فراهم بود، اما به خاطر روزه گرسنه میماند ساعتها. در این گرسنگی خود به خاطر می آورد که او برادران دارد، او خواهران دارد، خواه دور و یا نزدیک. آنها شاید که در طول سال روزهای زیاد چنین گرسنه و تشنه مانند به سبب ناداری، به سبب کم بضاعتی یا به دیگر سببها. یعنی مسلمان در روزه داشتن خود در حالت گرسنه ماندن آنها را به یاد می آورد تا به آنها، یعنی آنها را فراموش نکند، به آنها از اون نوش و نعمتی که الله سبحانه و تعالی به او داده است خیر و سخاوت بکند. و دیگر حکمت روزه، وقتی که انسان روزه می دارد و معده او خالی از غذا می شود، رگهای خونگرد هم خرد می شوند و تنگ می شوند به سبب کم بودن غذا در این رگها، و گردش شیطان نیز مشکل می گردد در رگهای انسان. و انسان در وقت روزه داشتن در حالت گرسنگی به آسانی و آسودگی خود را از هر گونه کارهای ناشایم و گناه باز می دارد. و حکمت اساسی روزه علما میگویند که جمع کننده تمام حکمت هاست، او تقوا و پرهیزگاری است. همچنانه که الله سبحانه و تعالی در آیه کریمه فرمودند لعلکم تتقون، یعنی روزه بر شما فرض گردانیده شد تا شما پرهیزگار بشوید. یعنی چی زیبا و گوارا است این عبادت که وقتا که انسان خود را از خوردن نگاه داشته است، از نوشیدن، از همخوابگی با همسر، یعنی که هر لحظه او حس میکند که در عبادت است و برای او بسیار آسان است که خود را از کارهای ناشایم و گناه باز دارد. دیگر بخشی سوال بسیار زیبای شما این است که فایده های روزه. بله استاد. روزه به نهایت فایده های زیاد دارد. روزه پاک کننده انسان است. روزه پاک کننده انسان است از هر ناخوبی، اصلاح کننده اخلاقی تیز و تند انسان می باشد. همچنانه که ذکر کردیم روزدار میگوید اگر با او بی‌آدابی کنند میگوید من روزه دارم. بله. یعنی من بی‌آدابی نمی کنم، بیا بی‌آدابی را یک طرف بگذاریم. دیگر فایده روزه این فرمانبرداری خدا، یعنی آمادگی و تیاری
و آموخته شدن به اطاعت و فرمان برداری خداوند جل جلاله. چگونه ای که فرمان برداری کرد از خوردن و نوشیدن و همخوابگی با همسر خود را نگه داشت، یعنی این یک آمادگی نفس می شود. دیگر فایده های روزه این تعلیم نمودن مهمترین چیز در حیات، تعلیم نمودن صبر و بردباری و تحمل. بسیاری جنایت ها، بسیاری گناه ها از بی‌صبری است. اما الله سبحانه و تعالی که رمضان را پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ماه صبر گفته‌اند، توسط این میخواهد یک مسلمان، یعنی یک شخصیت با صبر، با تحمل، بردبار، حکیم می باشد که به هر وسوسه و به هر گپ به سبب بی‌صبری به جنایت و گناه و فساد و فحشا و ظلم و ستم و آزار و اذیت نرود. و این چنین فایده دیگری مهم این روزه تسکین نمودن شدت شهوت. بله. یعنی گاه انسان ها از شدت شهوت ببینید که به چه جنایت ها می روند، به تجاوز و انسان کشی و غیره و غیره ها می روند. اما روزه ماه شریف رمضان یعنی شهوت انسان را تسکین می دهد و به سبب گرسنگی و تشنگی او را سر کوفته می کند، او را آرام می سازد. هر مرد و زن مسلمان توسط این روزه به آسانی خود را از فساد و فحشا و بی‌حیایی ها نگاه می دارد. بله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به جوانان چنین توصیه نمودند که ای جوانان، کسی از شما ازدواج کرده می تواند ازدواج بکند و کسی که اگر ازدواج کرده نمی تواند روزه بگیرد. روزه شهوت را تسکین می کند و انسان خود را به آسانی از فساد و فحشا باز می دارد. بله. این بود یک خلاصه فایده های روزه که فایده های بشماری دارد در حقیقت. تشکر زیاد استاد. چنانه که فرمودید، یعنی خداوند از ما تنها گرسنه ماندن، تشنه ماندن را نمیخواهد، بلکه خداوند میخواهد تا اینکه ما با این یک عبادت فرموده اش اخلاق خود را و رفتار خود را و تقوا و پرهیزگاری خود را زیاد کرده باشیم. تشکر زیاد استاد. خداوند از شما راضی باشد. البته صحبت ها زیاد است استاد و سوال ها نیز زیاد است. من باوری دارم که نفرهایی که ما را مشاهده میکنند آنها نیز وقت سخنهای پرمضمون و پر حکمت شما را میشنوند، شاید در ذهنهاشان باز سوالهای بسیاری می آید و اینجا من اشاره کردنی هستم که شما دوستان و برادران، هر نفری که در ذهنش سوال می آید یا یگان فکرها، خاطره های می آید، در زیر در شرح می توانید هر سوال و هر خواسته هایی که هست و بعضا می بینم که چند دوستان می نویسند که استاد یا در فلان موضوع نوار میکردید، در فلان موضوع صحبت میکردید و هر خواهشی که شما دارید دوستان، انشاءالله ما همراه استادان کوشش میکنیم تا اینکه آن را عملی کرده باشیم و این شبکه شما است دوستان و هر خواهشی که شما دارید میتوانید در کامنتاری نوشته کنید. و استاد اینچنین بعضا در ذهنم می آید که ایام کودکی، ایامی که جوان بودم، در سحر خوری در سر دسترخوان جمع می شدیم، همراه تمام عائله می خستند، حتی کودکان، طفلان، نفرهایی که روزه نمی گرفتیم با یک شوق و ذوق و رغبت زیاد می خستیم، با شادی و سرور. تماما مشقت روزه را حتی خیالم نمی کردیم و یک عنعنه ها بود، یک فرهنگ ها بود، فرهنگی که البته فرهنگ ما مسلمان ها
این رکن پروردگار و این شعار اسلام را بسیار گرامی می داشتیم، ولی در ایام اخیر ملاحظه می کنم که شاید کمی از فرهنگ خود دور شده ایستادیم و به دیگر فرهنگ ها چسبیده ایستادیم. کمی می گفتید ما مسلمان ها، ما تاجیکان در ماه شریف چه عنعنه های داشتیم و این رکن اسلام را که روزه گرفتن است و ماه مبارک رمضان است چگونه پیشواز می گرفتیم و چه عرف و عادت های داشتند بزرگان ما و شما که هم از جهت علم، هم از جهت قدر و هم از جهت سال از ما بزرگتر هستید و در این چیز بیشتر از ما میدانید، کمی برای ما و بینندگان ما ارائه میکردید استاد عزیز. سلامت باشید استاد گرامی. البته یعنی یک لحظه های عجایبی بود ماه شریف رمضان. بله. وقتی که ماه شریف رمضان فرا می رسید، خرسندی مردم را فرا می رسید. بله. مردم بسیار خوشحال می شدند و حتی پیش از آمدنش برای رمضان آمادگی می دیدند. بله. که این رمضان را با یک طرز خوب گذرانیم. اگر کودک ها یک نظر به کودک ها می افکندیم، تأکید می کردن به پدر و مادران که حتما ما را در سحرخوری بیدار نمایید. بله. و حتی کودکانی بودند که اگر آنها را به خاطر خوردی در سحرخوری بیدار نمی کردن، آنها به سحرخوری روزه می گرفتند. دیگر پدر و مادر مجبور بود که هر سحر چنین یعنی کودکانی با غیرت و ثوابجو و درست طبیعت خود را، زیبا طبیعت خود را بیدار بکنند. اگر یک به خواهران و مادران نظر می افکندید، حیای آنها، اخلاق آنها، وزنینی آنها چقدر زیاد می گشت در ماه شریف رمضان. حتی آنها می گفتند روزدار هستیم، یعنی آرام گپ زن، سخنی ناجای نگو که روزدار هستیم، رمضان است، روزدار هستیم. با چنین کارها یکدیگر را نواده اگر خطای رخ میداد آنها را در حال منع میکردند. بله. اگر به موی سفیدان و کلانان و مردها نگاه میکردیم، حتی رفته از راه های دور برای مردم آب سرد از چشمه ها، از دریاها می آوردند تا با این آب سرد و شیرین روزداران روزه خود را بکشایند. نه تنها برای زن و فرزند خود، بلکه گاه آورده آب را در قشلاق، در میانه قشلاق به مردم تقسیم میکردند. پس می دیدیم بعضی ها با فلک ها، بعضی ها با ستیل ها و غیره می آمدند و از این آب برای روزداران عائله که روزه را در با یک راحت و لذت کشایند آب می بردند. و چگونه ای که در صحبت ذکر کرده بودیم، بعضی از مردم حتی شیرینی ها نشالاپزی بود. بله بله. طعام‌های مخصوص داشتیم در ماه شریف رمضان که تنها در همین ماه رمضان یعنی یکی از گویم نشانه های این ماه مبارک بود که مردم از خوشحالی طعام‌های و شیرینی های مخصوص میپختند. بله استاد بفرمایید. و عجایبی تا به جایی بود که حتی بعضی وقت در گرفتن نوبت برای افطار دادن روزداران خرخشه ها میخیست. بله بله درست. بعضی ها که این بگاه من میگیرم یا فلان بگاه من میگیرن، گاه ها نوبت نمیرسید، در روز گاه ها در بعض دهات خورد حتی در 2 جا 3 جا افطار میکردن تا اینکه یعنی ثواب از دست نرود، از افطار قفا نزنند. دیگر یعنی اخلاق روزداران این بود که حتی شاهد این حادثه ها هم بودیم، آنها در روزهای گرم و تفسان علف درو، پخته چینی، پیوال و غیره، یعنی که کاری نبود که به تأخیر افتاد. بله. روزدارند اما با وجود روزداری این کارهای مهم را برای زندگی، برای اصلاح عائله یا که کارهای جمعیتی همیشه فعالیت و چالاکی خود را ادامه میدادند. بسیار بسیار خوب فرمودید. همین سخن آخرانتان استاد، یعنی ماه شریف رمضان مانعیت آنها نمیشد، بلکه ماه شریف رمضان برعکس انسان
چالاکتر می شود و انسان نتیجه کارش باید که خوبتر شود. چنانه که میگویند این ماه پیروزی است. در تاریخ ما شاهد است که تاریخ برای ما این ماه پیروزی است و ماه غلبه است و چقدر ما در این ماه مبارک خداوند بر ما فتح و کشایش عطا فرموده است. یعنی امروزها نباید که ماه شریف را همچنان برای مردم نشان دهیم که این ماه وزنینی است و دشواری است و مشقت است و بله استاد همین طور نیست؟ البته و یک چی وقتی شما صحبت میکردید یک چی به یادم آمد که در جای ما حتی چنانه که گفتید مادرها و اپاها و خواهران هر سحر میخستند طعام آماده میکردند و نمیگویم که همش بلکه بیشترش در همون آشتانی که با آتش طبیعی بود، نه همون گازهای چی میگفتند آش یا طعام پلیته نمیخواهیم. میگفتند باباهامان باز گاها میگفتند در سر دسترخوان میگفتند به به این نبیره من چقدر کدبانو شده است، چقدر آشپز شده است. گفته باز یک در دل نبیره های خود خرسندی و خوشحالی را داخل میکردند. استاد خیلی ممنونم و بسیار یک صحبت خوب، صحبت گوارا و با همین بینندگان گرامی متاسفانه که این لحظه ها بسیار لحظه هایی که من هم بسیار از صحبت استاد شاد شدم و خوشحال شدم، ولی وقتی ما که محدود است و انشاءالله این صحبت ها را در صحبت های آینده باز ادامه خواهیم داد. با همین بینندگان گرامی با شما خداحافظی میکنیم و دعا میکنیم که خداوند ماه مبارک ماه شریف رمضان را برای کل شما و برای کل مردم مسلمان تاجیک پرفیض و پربرکات گرداند و خداوند روزه و نماز و همه طاعت و عبادت های ما و شما را مقبول درگاه خود فرموده باشد. خداوند یار و یاورتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.